قوای امنیتی کشور عزیز ما، شجاع، غیرتی و فرزندان اصلی این میهن و این وطن هستند. اصل مجاهدین دلیر، جوانان اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی ما هستند. دشمنان را به زانو در آوردند. ای جوانان دلیر، غیور و با عزت قوای ملی افغانستان، شما افتخار ملت هستین. شما هستین که ما هستیم. شما در گرمی و سردی از مادرتان افغانستان دفاع کردین. وقتی شما در خانه زیر سقف یک اتاق پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، پشه‌ای، بلوچ، نورستانی، ایماق و ترکمن زندگی میکنین، در حقیقت برای ما ملت درس و تعلیم اخوت را میتین. در حقیقت برای ما درس و تعلیم برادری، اتفاق، اتحاد و وحدت را شما آموختید. حب الوطن من الایمان را ثابت کردین. شما جان به فدا دادین تا ما ملت زنده باشیم. ما ملت مدیون قرضدارتان هستیم. ما ملت مدیون و قرضدار شما هستیم. مادرانمان در هر نماز دعاگوی شما هستند. ما دیدیم که شما به قرآن سوگند کردین، قسم یاد کردین که به افغانستان عزیز خدمت میکنید. ما دیدیم که شما سوگند یاد کردین که افغانستان یک مادر است. این مادر به نام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ و ترکمن و دیگر اقوام عزیز و محترم کشور ما فرزند دارد این وطن، و به هر فرزند این وطن خدا را شاهد، حاضر و ناظر دیده مساوی خدمت میکنین. شما از شرق به شمال رفتین، از شمال به شرق آمدین. امنیت برادران و خواهران مسلمان و افغان خود را شما میگیرین. و شما بشارت میتیم اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را که می فرماید رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا و ما فیها. یک روز در راه الله از دنیا و ما فیها بهتر است. شما در راه الله هستین. شما از ملت مسلمان دفاع میکنین. شما از کشور اسلامی دفاع میکنین. این کشور اسلامی است. از هر کوچه و کنار، از هر لاسپیکر مسجد ما صدای الله اکبر بلند می شود. ما دیدیم که شما قربانی به این وطن دادین، خونتان را قربان این سرزمین کردین. حب الوطن من الایمان، محبت با وطن نشانی ایمان است. همه ما دعوه داریم که محبت با وطن داریم، ولیکن شما محبتتان را ثابت کردین. به قیمت خون خود وطن را نگه داشتید. بزرگان وطن ما ظالم هستند. پانتون، مکتب، جاده، شفاخانه را به نام زورگویان مسمى میکنند. حق از رفیق سنگر شما بود که فامیلا ترک کرده در دفاع از وطن به پیشروی شما جان را قربان افغانستان کردند. حق از شما بود، اما ظالمان انشالله نابود و برباد هستند. اگر اونا قدری اردوی ملی ما را که در فقر و غربت فامیل خود را ترک کردند قدرشان را ندانستند، ما ملت تمام ملت افغانستان قدرتان را میدانیم. ما ملت مدیونتان هستیم. ما ملت قرضدارتان هستیم. شما به قیمت خونتان برای ما در فکر امنیت آوردن بودین. درود بر شما، سلام بر شما، برکات رب العالمین به شما. شما وقتی در دفاع از افغانستان از دنیا رفتید، شهید گفته شدین، خونتان مقدس شد، خونتان خوشبودار شد، خونتان خوشبو دارد. مانند کاکای محمد رسول الله حضرت حمزه شهید پاک هستین. از کشور اسلامی و امت مسلمه دفاع کردین. خون شما خون حمزه را به یاد ما آورد. درود و سلام بر شما. ما را در میدان حشر فراموش نکنید. شما شهید پاک هستین. در میدان حشر همچنان از ما شفاعت بکنین. ما دعا میکنیم خداوند شفاعت شما را در میدان
حشر نصیب ما بگردانه. شما از دنیا رفتین، ما میدانیم که به خاطر افغانستان قربان شدین. امروز اگر دولت مردان نمیدانند تاریخ قضاوت خواهد کرد. امروز میبینیم ما که در برخی از مناطق کشور عزیز ما برخی از ملاهای ما جنازه نمیکنند. ما برای شما میگیم که ای جوانان عزیز ما، ای جوانان مجاهد و فداکار ما، شما به جنازه ضرورت نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه احد تمام اصحاب را بدون جنازه دفن کرد. تمام اصحاب را با خونشان و با لباس پوشیدهشان دفن کرد. شما به جنازه کسی ضرورت داره که عاصی باشه، گناهگار باشه؟ شما قطره اولتان را، قطره اول خونتان را که برای افغانستان به زمین ریختید، به اولین قطره تمام گناههای شما از طرف الله عز و جل عفو و بخشش از سعید پاک هستین. به جنازه ضرورت ندارین. هر ملایی که جنازه شما را نمی کند خائن است، وطن فروش است، مزدور است، فروخته شده است، بیگانه است، در دست دیگران است. علمای ما باید در نماز جمعه در هر تعلیم و تدریس خود حب الوطن را به مردم درس بده، از شما اعلان قدردانی بکند، شما را تشویق بکند، قدر خونتان را بدانند. برادران و خواهران عزیز افغان، متفق شوین، متحد شوین، یک دست شوین، قدر و عزت همدیگر را بدانین. همه ما برادر هستیم. دشمن ظالم است، بسیار ظالم است، بی حد ظالم است. موقع تباهی و بربادی را به دشمن نتین. دشمن ظالم مکتب، پونتون، شفاخانه، شارای عمومی، پلچک، مراکز اجتماعی ما را تخریب میکنند. دشمن ما کافر در لباس اسلام خود را داخل کرده. از سنگ کشور ما، از درخت کشور ما، از هر دره افغانستان صدای لا اله الا الله محمد رسول الله بلند می شود، ولی دشمن ظالم بالای ما اعلان جهاد کرده. ای دشمن ظالم، مزدور و بیگانه، ما مسلمان هستیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینجا جهادتان نمی شود بر این با دشمنان اسلام بجنگین. ای جوانان شجاع، مجاهد و دلیر قوای امنیتی کشور عزیز ما افغانستان، کسانی که با شما دشنام میدهند فاسق هستند، کسانی که با شما می جنگن کافر هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام دادن به مسلمان فاسق است، فسق است، و جنگ با مسلمان کفر است. شما افتخار ما هستین. جوان را دیدم گفت میخوایم بعد از 15 سال به افغانستان برم و وقتی به اردوی ملی خود روبرو میشوم دستانش را ببوسم، برایش گریه بکنم که فداکاری کردی، قربانی دادی به خاطر افغانستان. ما افغانهای ما